یک باری به حضرت وهبه زهیلی رحمه الله در رابطه به اختلاف بین نماز تراویح که 8 است یا 20 است سخنی گفته میشه که دو قوم با هم چسبیدن که تراویح یک طرف میگه 20 است، یک طرف میگه 8 رکعت است. این امام مسلمین دستور میده، میگه برین مسجد قفل بزنین، مسجد دروازهش قفل کنین، بگین برین نماز نخوانین. میگه چرا؟ میگه تراویح سنت است، اتفاق امت فرض است، نباید به خاطر یک سنت فرض ترک شود. پس اکثر اختلافاتی که امروز در جامعه ما متاسفانه دامن زده میشه از طرف حلقات مختلف، اینها یا گماشته شده هستند و یا هم جاهل هستند. ورنه اختلافات هرگز سبب بدبینی، سبب دشمنی، سبب کشتمات، سبب از همپاشی وحدت امت مسلمه هرگز نشده، نباید شود. مثلا تعدادی میان دعا بعد از فرض مردود میدانند، تعدادی میان دعا بعد از سنت را مردود میدانند، تعدادی میان دعا بیعت اجتماعی را مردود میدانند، تعدادی میان بیعت انفرادی را مردود میدانند. حالا از شما بپرسم آیا یک جا پیغمبر گفته که دعا بیعت اجتماعی و بیعت انفرادی مردود است؟ نه خیر. بله، پیغمبر ایره گفته که با لقمه حرام دعا قبول نمیشه، ایره گفته که در وقت دعا قلبت غافل نباشه، ایره گفته که شرایط دعا باید پوره باشه. چرا سر او صحبت نمیکنی که سر دعا باشه دعا نباشه؟ ادعونی استجب لکم، دعا کنین اجابت میکنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کسایی که از دعا کردن از من، خواستن از من تکبر میکنن، دعا نمیکنن، اونا به کیفر اعمالشان میرسن که او جهنم است. تعداد سب میاد چی میگه؟ دست بلند کردن بدعت است، نمیتو در دل دعا بکن. او به لیاز خدا شما مصطلح الحدیث بخوانین، علوم حدیث اگر دسترسی داشته باشین. دست بلند کردن در دعا تواتر معنوی است، بیشتر از 100 حدیث آمده. تواتر معنوی میگن ایره، یکی تواتر لفظی است، یکی تواتر معنوی. و وقتی که یک روایت به تواتر رسیده باشه پس عمل کردن به او واجب است. یک تعداد میگن نه دست بلند نشوه چون این بدعت است، پیغمبر دست بلند نکرده. بلیاز خدا علمای حدیث میگی تواتر معنوی هست. ببینین این مشکلات را امروز یک تعدادی دامن میزنن، در حالی که این مشکلات و این اختلافات قطعا سبب دامن زدن نیست، سبب اختلافات نیست. خب چرا این مذاهب خیلی به وجود آمد؟ یک تعداد میگه سیب قرآن و حدیث. قرآن و حدیث به ما کی رساند؟ اینمی ائمه رساند. اینایی که قرآن و حدیث به ما رساندن مطابق رساندن از اونا ما عمل میکنیم. پس ما پیرو قرآن و سنت هستیم، نه پیرو کسی دیگه. مثلا اگر ما خود ما مثلا بگوییم که نه قرآن امون شکلی که پیغمبر، قرآنی که پیغمبر نوشته کو بر من نشان بدین، حدیثی که پیغمبر نوشته کجاست؟ امام بخاری نوشته کرده. کی گفته؟ در کدام حدیث آمده که پیغمبر گفته باشه کتاب بخاری کتاب ماست؟ بسیار گپای از بسیار مسائلی هست که امروز باید سرش فکر شود تا وحدت امت حفظ شود، اتفاق امت حفظ شود. بر صورت دوسته عزیز صحبت ما بحث ما ادامه داره. کشورهای کفری هم الحمدلله مسلمان های زیادی هست، کل شبیم در یک مذهب چخ کنیم امکان نداره. به این خاطر هر چقدر که مذاهب زیاد شد به مو انداز وسعت و توسعه و فراخی برای امت مسلمه هست. و علتی به وجود آمدن مذاهب را هم خدمتتان عرض کردم که چرا اینها شارح دین است. مثلا اگر کس بگوید که من مستقیم از پیغمبر حدیث میشنوم، امکان نداره. یک کسی حدیث پیغمبر را جمع کرده، پس ما در علم حدیث مقلد یک امام هستیم که مثلا از او حدیث میشنویم، از او حدیث میگیریم و میپذیریم، بر بالایش اعتماد میکنیم. حدیثی را که آدم نقل کرده از پیغمبر است. پس عین شکل در عبادت مثلا یک امام میآید در علم عبادت کتاب نوشته میکنه، ما حرف از او را میپذیریم، میگیم اینمی آدم امانتدار است، عادل است، حافظ است، با تقواست، اینمی شرایط پوره کرده، این مسائل با ما تشریح کرده. اگر ما خود ما بریم از قرآن و حدیث دلیل بکشیم چی بهتر؟ در صورتی که توانایی در ما باشه، در صورتی که امکانات در ما باشه، در صورتی که ما واجد شرایط باشیم.
مثلا یک کسی که می آید احکام اسلام را از قرآن و از حدیث خودش میکشه، اگر دوچار اشتباه شود پس به بیراهه میره. امکان داره که به او سطح علمیت نداشته باشه. مثلا یک کس معذور است پیش نبی علیه السلام میگه من همیشه وسواس دارم، در نماز شیطانی به نام ولهان است، در وضو به نام خنزب، هر کدام از این وظیفه خود اجرا میکنه. انسان وسوسه میکنه. این میگه وسوسه میکنم گویا وضویم شکسته یا هست. پس پیغمبر برش میگه که تو چون مریض هستی و مشکل داری، تو میگه در صورتی که مطمئن نباشی و مثلا صدای چیزی را نشنوی وضوی تو برجاست. یک کسی حدیثه که میشنوه والا میگه این نصیب دیگه من تا وقت صدایش نشنوم دیگه وضویم برجاست. 5 سال 6 سال با یه حالت عبادت میکنه، اما بعدا به حدیث دیگه میرسه که پیغمبر سے میگه تیقن مراد است، مطمئن شده باشی که تو وضو شکسته، پس وضو شکسته. پس یادم میگه 5 سال ما بدون وضو نماز خواندیم. پس تا وقتی که مجتهد نباشیم، شرایطش نباشه، ما استخراج احکام از قرآن و حدیث نمیتونیم. پس یک کسی که این استعداد داره، این توانایی را داره، خصوصا به مردم عوام، یک آدم دهقانی کنه بیاید از قرآن و حدیث حکم استنباط بکنه، پس مجبور است که از قرآن و حدیث کسایی که حکم استنباط کرد از او اعتماد کرده، دلیل بگیره و عبادت الله را به شکل درستش انجام بده. پس ما هیچگاه پیرو اشخاص نیستیم، پیرو قرآن و سنت هستیم. ما حق را در روشنی اشخاص نمیبینیم، اشخاص در روشنی حق میبینیم. ائمه ما هم میگه اگر قول ما موافق قرآن و حدیث است بپذیر، اگر نبود به دیوارش بزن. پس موافق قرآن و حدیث به کی میگه؟ ایگه به کسی میگه که او از قرآن و حدیث فهم کامل داشته باشه، فهم درست داشته باشه. پس به این خاطر مذاهب به وجود آمده. این مذاهب سبب تفرقه نیست، سبب وحدت امت اسلامی است و این مذاهب بر حق هستند. پس اختلافات در بین مذاهب هم یک شی فطری و طبیعی است. مثلا در بین ائمه دین ما اختلاف با امام شافعی و امام ابو حنیفه میبینیم که چقدر زیاد است. مثلا شما کتاب فقهی را وقتی که ورق بزنین، مخصوصا هدایه، هر صفحه از این وقتی ورق میزنین حدی اقل 20 یا 30 جا میبینیم که چیز است، تصادمی آراست. امام شافعی چنین میگه، ابو حنیفه صاحب چنین میگه، احناف چنین میگه، شوافی چنین میگه. اختلافات اوست، لکن چقدر یک دیگه خود دوست داشت. میگه امام شافعی تمام امت اسلامی در مسائل فقهی قرضدار امام ابو حنیفه است، مدیون امام ابو حنیفه است. یعنی نیازمند است کسی که مسائل فقهی را بخواهد تحقیق کنه به کتابای امام ابو حنیفه و فقه احناف رجوع نکنه، پس این انسان به حق نرسیده است. ببینین هم اختلاف است، هم انسانی با انصاف است، به یک دیگه احترام داره. روزی از روزها به کوفه میره، در مسجد نماز میخوانه که قبر حضرت امام ابو حنیفه است. امام شافعی در اون مسجد نماز میخوانه. روز وفات امام ابو حنیفه مساوی به روز تولد امام شافعی است. روزی که او تولد میشه از دنیا میره. خب وقتی در مسجدش نماز میخوانه، دعای قنوتی را که ما در وتر واجب میخوانیم در مذهب امام شافعی در 2 رکعت فرض بعد از رکوع خوانده میشه. در همین صبح نماز صبح میخوانه امام شافعی، دعای قنوت در رکعت دوم بعد از رکوع نمیخوانه. خب نماز تمام میشه، شاگردایش میگه استاد نظرتان تبدیل شد یا فراموش کردیم؟ میگه نه نظرم تبدیل شده، نه فراموش کردیم. خب چرا شما دعای قنوت نخواندین؟ میگه به احترام امام ابو حنیفه. یک قضیه اجتهادی است. میگه این ما اجتهاد کردیم، ولی وقتی که امام ابو حنیفه را از زیارتش آمدیم به احترام قبر و به احترام مرده امام ابو حنیفه، ما آمدم همین قضیه اجتهادی را نکردم، به مذهبش عمل کردم. در مذهب امام شافعی کسی که به بیت الله شریف بره، لمس زن، مثلا جان ما به جان یک زن نامحرم برسه، وضوی ما میشکنه. لکن وقتی در حرم شریف بروه، اونجا امکان وجود نداره که تماس ما با زن نباشه. حتما یک دست ما یک جای ما حتما اصابت میکنه، چون تراکم زیاد در مطاف یا در حین طواف است. پس اونجا چی میگه؟ اعملوا بمذهبکم. شوافی میگه به مذهب احناف عمل میکنه، چون اونجا چاره نداره. اگر در اونجا بیا به این حدیث عمل، به این اجتهاد عمل کنه
که ما مثلا دست زن به جان ما رسید عاجل وضوی ما بشکنه، پس در 1 دقیقه 10 دفعه وضویش میشکنه، پس دوچار حرج میشه. پس ببینین اختلافات به خاطر وسعت است یا نیست؟ به خاطر وسعت، به خاطر رحمت به امت اسلامی است. پس احترامی که یکدیگر داشت، دوستی که با یکدیگر داشت، روابطی که با یکدیگر داشت، اونها از توان ما و از برداشت ما واقعا بالاست. ولی اختلافات داشتن، ولی احترام هم داشتن. امام مالک و امام ابو حنیفه هر دو امام هم عصر هستند. هر دو هم عصر هستند در یک زمان. اگرچه امام مالک از امام ابو حنیفه بیشتر از 12-13 سال سنشان پایین است، خورده است. اما در یک عصر چون امام مالک در 21 سالگی در مسند فتوا میشینه. الله استعداد بسیار بالا داده بود. اختلافاتی که در بین امام ابو حنیفه و امام مالک است به هزارها اختلاف میرسه، ولی شما ببینید که یکدیگه خود چقدر دوست داره. این مثال را با شما بعد از فاصله کوتاه شریک می‌سازم. خوش آمدید دوستان عزیز. صحبت اینجا بود که امام ابو حنیفه و امام مالک هم عصر بودند. زمانی که به ادای مناسک حج امام ابو حنیفه عالم عراق است میرن و امام مالک امام مدینه رسول الله علیه السلام است. 87 سال عمر میکنه. در خلال اینقدر عمر یک روز هم مرکب سوار نمیشه. اینقدر امام با حیا و با ادب بودن. خب امام ابو حنیفه وقتی مناسک حج ادا میشه در مسجد نبوی میگه من العراق، از عراق آمد، میگه جئت من اهل الكفر و النفاق، از جای آمدی که در اونجا سه محل کفر و نفاق است. نواسه امام رشید انبیا حضرت امام حسین نواسه پیغمبر ما علیه السلام در عراق شهید میشه و قضایای سیاسی، اختلافات سیاسی چندان خوب نبود، وضعیت سیاسی خراب بود در عراق. امام مالک صاحب میگه که از جای آمدی که در اونجا منشأ و منفذ کفر و نفاق است، یعنی از جای خوبی نامدی. امام ابو حنیفه خیلی راحت برش میگه هذا کلامو که یحتمل الصدق والکذب، این گفته شماست، احتمال دروغ هم داره، احتمال راست هم است. امکان داره راست بگی، امکان داره دروغ بگی، راست نباشه. اما آنچه که درباره شما مردم مدینه خدا میگه و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، مردم مدینه و اهل مدینه مردوا علی النفاق، منفذ و مأخذشان کفر و نفاق است. این آیت وقتی استدلال میکنه امام مالک تکان میخوره، جاش بلند میشه، میگه والله لا اظنک الا ابا حنیفه، به خدا قسم اگر غیر از ابو حنیفه چون جرأتی را کسب کنه که چنین جوابی به ما بده، غیر از ابو حنیفه کسی دیگه نیست. یک دیگر را میگیره با آغوش، پیشانی هم دیگر را میبوسن، داخل حجره میشه، ساعتها سرگرمی جر و بحث علمی است. وقتی امام مالک بیرون میشه شاگردش نقل میکنه کان یتفسد جبینه بالعرق، از فق تا قدم غرق عرق است امام مالک. از بس که بحث کردن میگه پرسیدم که کیف وجدت ابو حنیفه، ابو حنیفه را چگونه یافتی، چقدر علمیت داره؟ میگه سر خودش شور داد که گپ نزن. امام ابو حنیفه به اندازه علم داره، اگر ستونهای مسجد نبوی را بگوی از طلاست به دلیل ثابت میکنه از طلاست در حالی که از چوب است. اختلافات ببینین و احترام با یک دیگر ببینین، این حقی درباره یک دیگر ببینین. پس اختلافات بوده در فروعات فقهی و عقیدوی، ولی این اختلافات هیچگاه سبب کشتمات و از بین رفتن وحدت امت مسلمه، سبب بیرحمی، سبب ظلم، سبب تعدد، تاخت و تاز به دیگر نبوده و هر کس با استفاده از اختلافات بیایه صف امت اسلامی را بشکنه، پس مطمئن باشین یا گماشته شده است یا جاهل است، علم نداره. پس این دومین اختلافات بود دوستان عزیز که ما مثالش خدمتتان عرض کردم که در فروعات فقهی به خاطر حل می اختلافات مذاهب تشکیل شد تا اختلافات مدیریت شود، تا اختلافات مهار شود. مثلا هر شاگرد امام ابو حنیفه، خود امام شافعی، خود امام مالک، ببینین به نحو شاگردای امام ابو حنیفه رحمه الله است. یکی از شاگردایش در هند در دارالعلوم دیوبند کتاب ازی به نام سیر صغیر یا سیر کبیر به نام ظاهر روایات 6 کتاب داره. سیر کبیر و سیر صغیر و جامع صغیر و جامع الکبیر و زیادات و مبسوط 6 کتاب ظاهر روایات داره. یکی از این کتاب‌ها در کتابخانه
یکی از جنرال های انگلیس وارد کتابخانه میشه در وقتی که پاکستان و هندوستان اینا در تحت سیطره انگلیس بود. کتاب امام محمد بن حسن شیبانی است، در کتابخانه را میگیره مطالعه میکنه. جنرال انگلیس سر خودش شور میده که یک کتاب علمی است. با کتابخانه والا میگه کتاب محمد پیغمبر شما همیست؟ میگه نه خیر، و کتاب از اون نیست، این کتاب شاگردی پیغمبر است. امام محمد شاگرد ابو حنیفه، ابو حنیفه شاگرد حماد ابن ابی سلیمان، حماد ابن ابی سلیمان شاگرد علقمه، علقمه شاگرد ابراهیم نخعی، ابراهیم نخعی شاگرد عبدالله بن مسعود، عبدالله بن مسعود شاگرد رسول الله علیه السلام. اوف میگه در صورتی که شاگردی رسول الله اینقدر علم داشته، خود او بیشک که پیغمبر است، عاجل کلمه میخوانه. این ائمه دین ما، ائمه فقه ما، ائمه مذاهب ما شخصیت عادی نبودن، علمای بسیار برجسته بودن در سطح جهان اسلام. سوم اختلافات در سیاست بود دوست عزیز. اختلافات در دین، اختلاف در مسائل فروعات فقهی و عقیدوی، و سوم اختلافات در سیاست که از زمان حضرت معاویه و حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه دروازه‌ای که باز شد تا امروز باز است. متاسفانه در نتیجه این اختلافات سیاسی بسیار مشکلات های به امت اسلامی متوجه شد. در نهایت این اختلافات سیاسی حتی خلافت اسلامی سقوط کرد، حتی اون منار خلافت که دنیا را روشن ساخته بود منهدم شد، از بین رفت. اختلافات سیاسی خطرناکترین اختلافات در تاریخ اسلام بود که تانست صف امت واحده بشکنه و ده ها مشکلات و هزارها مشکلات را به وجود بیاره. این اختلافات سیاسی بود و کسایی که این اختلافات نتانستن مدیریت کنند به خاطر استفاده های شخصی خود، به خاطر منافع شخصی خود، تانستن که امت مسلمه را بیشتر از 40 چند کشورهای اسلامی که امروز میبینیم در نتیجه این اختلافات سیاسی با هم روابط نیک ندارن و از هم پاشیده هستند. روزی که همه امت تحت یک چتر، تحت یک نظام، یک حکومت، یک خلافت زندگی میکردن، میبینیم کشورهای اسلامی به قریه ها پارچه شد در نتیجه اختلاف سیاسی. پس دانستیم دوست عزیز که اختلافات چی بود و چگونه به وجود آمد. یک شی فطری بود و 3 قسم تقسیمش کردیم که در کل اختلاف وجود داره و اختلاف قابل مدیریت است و از این اختلاف امکانی از این است که از بین بره، بله میتونیم مدیریت کنیم. که خود تشکیل مذاهب چهارگانه با وجود آمدنشان به خاطر مدیریت اختلافات بود تا اختلافات جامعه بشری و اسلامی را به بیراهه سوق نتن. اختلاف در دین، فمنهم من آمن و منهم من کفر، گروه رای اسلام، گروه رای کفر. دوم اختلافات در فروعات فقهی و سوم اختلافات در سیاست. امیدوار هستم دوست عزیز که قضیه تا حد روشن و واضح شده باشه و تانسته باشیم مقداری از سوالاتی که در این راستا داشتین علت به وجود آمدن مذاهب مرفوع شده باشه و به این معنی است دوست عزیز که من تانستم تمام مسائلی که نیاز بود به بحث گرفتم، اما آنچه که در حد توان و در حد توان بشری بود خدمتتان عرض کردم. ان شاء الله ادامه بحث را در ارتباط زندگی نامه امام مالک ابن انس رحمه الله با شما در جلسه آینده می داشته باشیم. تا این دم با ما بودین سپاسگزار هستم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا تا دار بعد و برنامه بعد امانت میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.